تمام دنیا و رهبریت یا درها صحبت میتن یا در اولی جلسه ها وقتی که مردم بخوالن حوصله گوش کردن دارن. فقط در لحظه ما یک سنت هست که در رهبریت در آخر صحبت میتن وقتی که همه خستن. ما گفتم نگفتم. و شوخی میکنم. از گرد بیزار، گرسنه دیگر هیچ کس تحمل شنیده صحبت نداره. ولی من انشاءالله کوشش میکنم که این 50 ساله در 50 دقیقه نیو حداقل در 40 دقیقه تمام کنم شما هم خزا نشود. انشاءالله که ایشون هم جا شگیری دیگه خسته نمیشد، رفت اومد نمیکنه چون پاهاش درد کرده است. میفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواهران عزیز، امیران گرامی، قبل از همه تشکر به یکایی که شما که دعوتی مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو پذیرفتید و در این محفل شرکت کرده ایستادید، بخصوص مهمانان خارجی. البته اونها هم خارجی گفته نمیشه، مهمانان از افغانستان این جزئی ما هستن، همونطور که ما جزئی از اونها هستیم. ولی این مرزها رو چیکار کنیم که از دست که ما بیرون بود برای ما این مرزها رو کشیدن و امروز دیگر ما مجبوریم که این واقعیت ها رو رعایت کنیم. من دیگر مهمانان رو از گوشه و کنار اروپا خیر مقدم نمیگم، چون این معرکه خودتان است، این چهاربینی همان هست. خب ما با مناسبت 50 سال یا بیشتر امروز از فعالیت های نهضت جمع اومدیم و شاید اینجا 10 ساله هجرت هم این هجرت اخیر هم باباش زم کنیم که این شب و روزها تقریبا 10 سال می شود که ما در هجرت قرار داریم و دقیقا همین شب و روز ماه اپریل 2015 به طور آشکار دیگر مشخص شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه بسیار شومی نه تنها سرکوب کردن نهضت بلکه ملت، جامعه شهروندی، احزاب و با تمام رسانه و احزاب و گوناگون اندیشه‌ها را دارد. در ماه اپریل البته من 15 شب 16 مارس سفر کرده بودم از تاجیکستان بعد از یک صحبت مقدماتی با وزیر امنیت که خیلی می‌خواستم من سفر نکنم. در آخرین لحظه حتی با تهدیدام که در فرودگاه حبس خواهم شد بالاخره من سفر کردم. اما ماه اپریل 2015 دقیقاً 10 سال پیش حالا عمدن و اشتباهی بود که در سایت خاور باز شدن پرونده جنایی علیه من اعلان شد. بعدا زود اون رو گرفتن برداشتن و تا امروز دیگر در سایت رسمی نیست. شاید درک کردن که این اشتباهی بود، چون زید سعیدوف برگشت، دیگران برگشتن، حبس شدن، اما دیگر با قرار شورا بعد از این سفر دیگر ما برنگشتیم و دیگر دوستانم یکی پس دیگر هجرت کردن. برادران عزیز، من درباره گذشته نهضت اینجا نمیخوام صحبت کنم. خداوند جای استادان را جنت کند و جای تمامی کسانی که در پهلوی استادان بودن شهید شدن، نه تنها از حزب نهضت بلکه از دیگر احزاب، گروه ها، از کسانی که از روشنفکران، یک جریانی بسیار بزرگ ملی شهادت دادیم، مهاجر دادیم، زندانی ها شدن. امروز هم باز این مصیبت ها تا این آخرین لحظه دوام دارد. دیروز وقتی شنیدیم که این برادرانی که اخیراً هموطنانی که سابق وزیر خارجه است، سابق رهبر دولت شاکر جان حکیموف که از آخرین منتقدان و منقدان حکومت نه تنها زندانیشان کردن، دقیقاً همون مصیبتی که بالای سر نهضت آوردن اونا تکرار شده ایستاده است. مصادره اموال و اموال آنها را مصادره کردن. پس برادران، هموطنان عزیز، کسانی که در این تالا و در سراسر دنیا ما را میشنوید، بدانید که این پرونده علیه نهضت تنها پرونده علیه نهضت نبود، این پرونده علیه ملت بود. و بعضی فکر کردن که اگر نهضت سرکوب شود چون یک حزب دینی هست با ما دنیایی چه ربط دارد؟ ما که در مسائل استراتژی اصولی در پهلوی حکومت هستیم، ما هم دنیایی هستیم. حتی با اون سادگی تاجیکانه تلاش کردن که
علیه نهضت موقع بگیرن تا اینکه خودشون رو با حکومت نزدیکتر نشان بدهند و از زیر تیغ حکومت نجات بیابند. ولی بالاخره بعد از آن که نهضت همچون ستون مبارزه ملی از بین رفت، این خیمه به زمین زد. و حالا اگر نهضت قامتش را راست کرد، مطمئن باشد که خیمه مبارزه ملت برپا خواهد بود. شاید این حرفای من یک مقدار بلند پروازانه برای بعضی ها صدا بدهد. شاید برای بعضی ها بگم که خوب نیست از زبان ما این چیز صدا بدهد، اما من فکر میکنم وقتی اون رسیده است که ما حقیقت ها را بگیم. ما دیگر اون خاکساری دروغین که طول سالها از آن پیگیری کردیم و به دیگران اجازه دادیم که جایگاه نهضت، جایگاه مبارزه، جایگاه پیمان، جایگاه تک تکی ما و شما را پایین میبرند، این نتیجهش همین شد که همین روحیه حتی در داخل خودمون تاثیر کرد. کم دیدن مبارزه خودمون، جایگاه خودمون در نهضت، در پیمان، در تمام فعالیت‌های خودمون و بعضی برادران و خواهران ما تاثیر کرده است که در اون موج نهضت ستیزی، پیمان ستیزی و کم کردن مبارزه دارن کم کم شریک میشن. خب شما با من یک حزبی را در تاریخ 100 سال اخیر مثال بیارید که بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان تلفات داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان شهید داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان مهاجر داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان این همه تهمت و تحقیر را تا امروز مواجه شده باشد و تحمل کرده باشد. خوشبختانه یا بدبختانه پیدا نمی‌کنیم. نهضت اسلامی تاجیکستان این همه را تحمل کرده است و با این همه روبرو هست و امروز هم خدا را شکر که باز هم استوار و پایبرجا باقی مانده است. اما ما اگر ساعت‌ها درباره خود صحبت کنیم، درباره تاریخ پر از شکوه شهامت خود، برادران خواهران عزیز، این مشکلی ما را در آینده و تمرین‌های حل نخواهد کرد. ولی درباره ما می‌نویسند، میگویند اینجا برادر بابا جان مثال از محققان خارجی ها و دیروز خودش دیروز یک محقق شویدی به من زنگ زد درباره واقعا میخواد تاریخ مبارزه نهضت و این تحولات فکری نهضت را پیگیری کند، کارهای علمی بنویسند در اروپا، در جهان نهضت را شناخته است، میشناسند، اما اون گروهی که نهضت را هنوز پورا نشناخته است، برادران این حرف تلخ رو باید قبول کنیم. ما خودمون نهضتی هستیم، ما خودمون رو هنوز نشناختیم و این مسئله باید اصلاح شود. این مسئله با گفتن، با صحبت، با در روبروی همدیگر نشستن، با انتقاد، با حل مشکلات انشاءالله حل خواهد شد. اما وقتی اون رسیده است که بعضی مسئله رو دیگر آشکار بگیم، اما در صحبت داخلی با خودمون به هیچ وجه زینهار، برادران عزیز، خواهران محترم، زینهار بحث‌های داخلی خانوادگیمان را به بیرون نکشانیم. تحت هیچ فشاری، تحت هیچ شرایط و شعاری، دموکراسی، اصلاح طلبی، عدالت پروری، جسارت، شجاعت، ماشاءالله اینا جای خودشان هست. این هیچ ربطی به یک مسئله داخلی خانوادگی، داخلی حزبی، داخلی گروهی ندارد. بیهوده خداوند عظیم الشأن در آیه کریمه را یادم رفت، سوره شاید انفال باشد، میگوید که فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع نکنید، منظور از نزاع در بیرون است، در داخل ماشاءالله تا حدی که میتوانید انتقاد و صحبت و گفتگو کنید، اما در بیرون نزاع نکنید. برای چی؟ فتفشلوا، ناکام خواهید شد در نهایت کار. فتذهب ریحکم، اون نکهت و شهامت و بزرگی شما از بین خواهد رفت. این وصیتی هست، این درسی هست که از استادان، از بزرگان، از گذشتگان تا امروز با ما باقی مانده است. فریب آن که خب یک کس بیاد حالا بگوید که ما در مورد دموکراسی هست، ولی ما در دموکراسی را در عمل نشان میدهیم، اما نه در حرف و در جنجال. من فکر میکنم که یکی از ویژگی‌ها، یکی از صفات‌هایی که نهضت ما را در این 50 سال اخیر حداقل در این
5-10 سالی آخر کردن و اونم احتمال زیاد نه به خاطر دوست داشتنی ما. این یک صفتی را به ما موندن به نهضت که نهضت یک خرسنگی است در راه مبارزه ملی. من فکر میکنم همین عبارات رو خیلی هاتون شنیده که نهضت تبدیل شده است گویا به یک خرسنگ در راه مبارزه ملی و حتی همین عبارات را نسبت رهبریت نهضت هم استفاده میکنن که فلانی بیشتر اسم رو میگیرن تبدیل شده است به یک خرسنگ حتی در پیشرفت نهضت یا در پیشرفت مبارزه ملی. و ما رو متهم به آن میکنن که ما مبارزه ملی را نهضتی کنانی یا نهضتی کرده ایستادیم. به اصطلاح نهضتیزاسیون مبارزه ملی. آیا واقعا چنین است؟ همین اگر بشینیم تحلیل کنیم واقعیت ها رو ببینیم. من همین عباره خرسنگ قبول دارم. اگرچه از طرف خودم نیست درباره ما میگن و اونم با تابش منفی میگن. اما خرسنگ چی است؟ من قبول میکنم. بله نهضت اسلامی تاجیکستان یک خرسنگ است. یک کوهپاره است. خب همین خرسنگ از زاویه دیگرش رو ببینیم. یک خرسنگ است، یک کوهپاره است که نه از باد میلرزد، نه از سخن میلرزد، نه از شمال، نه از هیچ تغییریابی باد و هوا و گفتن و رفتن ها. با خرسنگ چی باید کرد؟ خب اگر واقعا باور داره که ما خرسنگیم یا من شخصا یا نهضت خرسنگ است، با خرسنگ چی کار میکنیم؟ آدمی به عقل اگر بینه که خرسنگ رو که زورش هم نمیرسد از رهبر دارد از پهلوی اون رد میشود، میگذارد راه خودش رو ادامه میده مبارزه‌اش رو. اگر کسی فکر کنه که واقعا نهضت برای او خرسنگ هست، سری راه رو است، از پهلوی نهضت رد شود، راهش رو ادامه بدهد، موفق که شد هم او موفق هم ما. اما این که بگه که خرسنگ خودش رو از راه بیرون کند، این طبیعت خرسنگ نیست برادران. ولی اگر کسی بخواهد که با خرسنگ سر به سر شود، باور کنید غیر از سر کفیده خودش هیچ چیز به دست نمیارد. این طبیعت خرسنگ است. سر آدم خودش به کفت تمام دیگه. خرسنگ یک ویژگی دارد. بیاید اگر واقعا استفاده درست از خرسنگ شود چی است؟ بالای کتفای خرسنگ، بالای اون خرسنگ بالا شود، از درشتی و سختی و مستحکمی آن استفاده بریم تا اینکه مبارزه ملی به بالاتر برود، پیشتر برود. زیر خرسنگ رو کافتن یک نتیجه میگیرد. خدای نکرده زیر اون وزن و بار خرسنگ هم آدم میتواند ماند. کافتن زیر خرسنگ هیچ معنی ندارد. بیاید در پهلوی خرسنگ باشد، همراه خرسنگ باشد، بالای شانه های خرسنگ بیستید تا اینکه با بالا حرکت کنید. البته ما در تاریخ نهضت داریم تجربه‌ای هم که همچون خرسنگ ایستادیم، خیلی ها رو بالای دوشمان گرفتیم، کمک ها کردیم، سازمان ها، تشکیلات ها، بخش ها در همه سمت ها. یک قسمشان این فرهنگی نمک شناسی را رعایت کردن، یک گروه دیگرش همین که بال و پر برآوردن فراموش کردن که بالای شانه های کی ایستاده بودن، شروع کردن همچون یک تشکیلات های بیا دور یا سازمان های خیلی هم نمیشناسن، گاه موقعگیری های زیدی نهضت هم که البته این موضوع دیگر است، جای دیگر انشاءالله با در این مورد صحبت کنیم. خب برادران عزیز، همونطوری که گفتم درباره آینده ما باید کمی بیشتر صحبت کنیم از آنی که درباره گذشته. نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله بعدی دچار چند چالش خواهد شد. چالش یعنی مشکلی. چند مسئله است که ما باید شروع کنیم از امروز به این سوالها جواب پیدا کنیم. یکی این بحث همیشگی و طولانی همه حزب و حرکت‌های اعتقادی که آن را ایدئولوژیک هم میگن در مسئله تناسب بین اصولگرایی و نوگرایی. این بحث اصولگرایی و نوگرایی برای حزب و حرکت‌هایی که نتوانستند این مسئله را در داخل خود حل کنند، بخصوص برای حزب و حرکت‌های اعتقادی خیلی خطرناک است. کسانی که درست راه حل پیدا کردن نجات یافتن، پیش رفتن، کسانی که نتوانستن، احزابی که نتوانستن
در همون بحث اصولگرایی و نوگرایی باقی موندن و از بین رفتن. مثالش من از یک حزب عمده جهانی اعتقادی و ایدئولوژیک حزب کمونیست میارم، نه احزاب اسلامی. احزاب اسلامی را ما میتونیم ذکر کنیم، مثل برای اخوان المسلمین، مثل دهها صدها حزب و حرکت‌های اسلامی دیگر. حزب کمونیست چین بحثی اصولگرایی و نوگرایی رو به شکل دیگر حل کرد. امروز چین به یک کشوری قدرت دنیا تبدیل شد، از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و شاید در سالهای آینده حدس میزنن که سال 2050 قدرت اول جهان خواهد شد. همون کمونیست ها هستند. حزب کمونیست شوروی در بحث اصولگرایی و نوگرایی شکست خورد. پرقدرت‌ترین دولت دنیا را از بین بردن خودشون، نه ما تاجیک‌ها و نهضتی‌ها، نه اون گرجی و اوکراینی. خود حزب کمونیست شوروی را از بین برد. برای چی؟ برای در این بحث اصولگرایی و نوگرایی راه حل درست پیدا کردن نتونستن. مثل همین که گفتم سرش رو در خرسنگ زدن، نتوانستن با زمانه هم قدم باشن. بالاخره رفت اتحاد شوروی هم حزب کمونیست هم و تمام احزاب کمونیست دنیا هم شکست خورد. این مشکلی دامن احزاب اسلامی را تقریبا 10 سال پیش یا شاید بیشتر گرفته بود، امروز هم دوام دارد. و ما در نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این مرحله بحث اصولگرایی و نوگرایی و مدرنیسم و اصلاح طلبی اونا باقی مانده و این بحث‌ها را باید ما در یک چارچوب منطقی در گفتگوی بسیار صمیمانه با نظر داشت واقعیت‌های عالم دنیا باید راه حل پیدا کنیم. وگرنه اگر ما هر چقدر دعوا نکنیم، هر چقدر قوی هم نباشه، مطمئن باشه که تقدیر ما در آینده مثل احزاب و حرکت‌های دیگری اعتقادی می‌شود. برای احزاب غیر اعتقادی، اونایی که چارچوب اعتقادی ندارن، خیلی آسان است. مثالش آقای اردوغان، مثالش آقای رحمان، مثالش پوتین، مثالش ترامپ. اینا یک روز دنیویان، یک روز زردشتیان، یک روز آریاییان، یک روز کمونیستان، یک روز می‌بینی که هر چی در شما بخواهد می‌گوید. برای یک چارچوب معین وجود ندارد، چون این چارچوب‌های ایدئولوژی خاصی احزاب و گروه‌های عقیدتی هست که نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از آن است. ما اگر خوب این مسئله را، این مرحله را گذشتیم، ان شاءالله من باوری دارم که یکی از موفق‌ترین احزاب سیاسی حرکت‌های اعتقادی دنیا خواهیم بود. اما اگر نه در این بحث باقی موندیم، شکست خوردیم، دچار احساسات شدیم، دیر یا زود حتما این مشکلی دامن ما را خواهد گرفت. خب یک بحث دیگر است برادران، میخواهم اینجا این صحبتم فقط مقدمه کنم. آینده این بحثی که امروز شد، من از تک تک شما برادران تشکر میگم. واقعا بحثای جالب کردید، همتون نام نگیرم. این بحثا رو ادامه بدیم و یکی از بحثای هست این بین یک حرکت یا حزب دینی و سیاسی بوده ما. همونطور که در مسئله اصولگرایی و در مسئله نوگرایی گفتم، در مسئله این توازن بین سیاسی و دینی بودن خودمان باید ما تجدید نظرها کنیم. این مسئله خیلی مسئله حساس است، دشوار است، ولی باید حلش کرد که بالاخره ما در این توازن بیشتر کفه ترازو به سمت سیاسی هست یا دینی. ما نمیتونیم زیاد در این موضوع بحث کنیم و تکرار کنیم داریم. چرا؟ چون عصر جدید، نسل آینده از ما قدم‌ها و جواب‌های مشخص طلب می‌کند. دیگر با عمومی‌گویی، با گریختن از مسائل ما نمیتونیم به این سوال‌ها جواب پیدا کنیم. من ببینید دوستان عزیز، نظر شخصی ما میگم، حالا بعد شاید در یک جا باز مفصل‌تر در این مورد صحبت کنیم که ما بالاخره همچنان حزبی اسلامی سیاسی مسئولیت ما چی است، رسالت ما چی است. بیاید یک مثال بزنم از دیگر نهادهای اسلامی، بانک اسلامی، سازمان فرهنگی اسلامی، یک جریان اقتصادی اسلامی، مثلا یک سازمان اقتصادی اسلامی، یک حرکت، یک سازمان دعوتی اسلامی، هر سازمانی که هست ناوابسته از خاراکترش ولی برچسب اسلامی دارد، مثل حزب اسلامی. خب در چنین حالت
توازن کف ترازو به کدام سمت است؟ من مطمئنم شما بروید سراغ همه بانک های اسلامی بروید، در 99% مسئله ها با تمام بانک های دنیا مشترکند. بانک اسلامی شارقه، بانک صندوق اسلامی قطر مثلا، بانک های اسلامی ترکیه، مالزی با تمام بانک های ریبوی دنیا در 99% مسائل همسونند. ولی اون چیزی که اینها را فرق می‌کنه چی است؟ چند مسئله ارزشی است، اخلاقی است، شرعی است. در اینا ریبا هست، در بانک اسلامی ریبا نیست. اون ویژگی اسلامیشون حفظ می‌شود، اما اینو در 99% مسئله بانکند. بانک اسلامی، ببینید دوستان عزیز، اگر در یک بانک اسلامی، در یک سازمان اقتصادی، در یک سازمان فرهنگی، اگر شما مثلا 50%، 70%، 80% فعالیتون به اقتصاد، به بانک ربط نداشته باشد، معنی ندارد شما بانک اسلامی تشکیل کنید. بعضا شما تصور کنید یک بانک اسلامی همگی 50%، 40%، 30% فعالیتش بانکی هست و اقتصادی هست و برای مال و درآمد هست و باقی مانده تمام فعالیتش مثلا بخشیده شده است به مسائل عقیدوی و به مسائل فقهی و به مسائل تعلیم و تربیه و همه چیز دیگر. یا یک سازمان فرهنگی همگی 5%، 10% فعالیتش فرهنگی است و باقی همش مسائل اعتقادی. یا یک سازمان سیاسی مثلا چند درصدش باید فعالیت سیاسی باشد که بعد او تبدیل شود به یک حزب سیاسی اسلامی. اما اگر در این تناسب فعالیت یا اون جنبه یا اون کفه ترازو که به خاطر اون تأسیس شده است اگر اولویت نداشته باشد، قوی نباشد، معنی ندارد حزب سیاسی اسلامی تشکیل کردن. چون ببینید جامعه تاجیکستان به ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خصوص قسمی ارزش محور و دینی جامعه تاجیکستان به ما این مسئولیت فعالیت سیاسی را سپریده است. در نهایت کار از ما و شما از نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه سیاسی را طلب خواهند کرد. اگر ما در فعالیت دعوی، فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم کارهای دیگر ضعف نشان دادیم هم جوابگر این مسئله نیستیم. چرا؟ دهها، صدها سازمان‌های دیگر هست که به این کارها مشغولند و ما نباید با آنها وارد رقابت شویم. اما در تاجیکستان، نه تنها در تاجیکستان، در کل آسیای مرکزی همگی یک حزب دینی سیاسی است. ما تنها مسئولیت تاجیکستان را نداریم. دیروز رسلان ایسین بعد از افیر با من گفت که کار همین دادگاه گاگا بود و گفت شما با این کارتون مسئولیت همه را به دوش گرفتگی. تنها شما یک برای تاجیکستان نیستید، برای همه هستید. چون یگانه حزب اسلامی سیاسی است که خودش رو نگه داشته توانست. خب پس اینم جای بحث است، جای گفتگو است که ما در این توازن یک انتخابی درست کنیم، دنبال احساسات و دنبال تقلید دیگران و رقابت با دیگران نشیم، چون به ضرر ما است. هر چقدر ما به دیگر مسائل مشغول بدیم، همون قدر از فعالیت اصلی و رسالت اصلی هم دور خواهیم شد و همون قدر با دیگران وارد رقابت میشویم. چون ببینید دوستان عزیز، همین بحث دینی و سیاسی بودن، نوگرا و اصولگرا بودن یک ویژگی ها دارن. من بعضا به این نتیجه ها میرسم که ما بالاخره ما انسانیم، مثل یک کامپیوتر در مغز سرمون یک برنامه های داریم، یک پروگرام های نصب شده داریم که از کودکی و جوانی و سالهای تعلیم و تربیه و تجربه زندگی اون برنامه ها، اون ادبیات، اون اصطلاحات در سر ما جا گرفتن دیگر. اگر ما نتوانیم برنامه های مغزی سر خودمون رو بروز کنیم، اپدیت کنیم، باور کنید مثل هم کامپیوترهای میمونیم که 20 سال پیش در اول پیدایش کامپیوتر با یک برنامه، حالا متخصصان بهتر میدونن، اینتل یک مثلا در همونجا یا ویندوز نصب شده است در مغز سر اون کامپیوتر و این کامپیوتر فخر به آن میکند که همون ویندوز رو نگه داشته است چون اصولگرا هست و همون اصل خود را حفظ کرده است و با اپل و با این برنامه‌های نو با اینا اصلا سر کار نداره چون اینا خطرناکه. من فخر میکنم که با همون اصول خود را حفظ کردم.
امروز همه ما نه واسه از اصولگرا، نه واسه از جوان، دین، مذهب چی رو استفاده میکنیم؟ دیگر کم آدم است که اون برنامه‌های کامپیوتری 20 سال پیش استفاده کنن. همه الان سراغ برنامه‌های نه حتی رفته میگن چت جی پی تی و گفتی بعضی دوستان چای چپاتی دیگر چون تلفظ کردن نمیتونن میگن خب چای چپاتی. خب رفتیم سراغ چت جی پی تی و دیگر این وارد زندگی ما شد. خب مغز سری ما اسلامگراها میگیم، احزاب اسلامی، مسلمان ها فرق نداره. دقیقا در مسئله نوگرایی بروز بودن است. ما نمیتوانیم با همون ادبیات، با همون اصطلاحات، با همون طرز تفکری که 30 سال پیش از استادان آموختیم، از کتاب‌ها آموختیم، با همون امروز مشکلات خود را حل کنیم. من بعضا میشنم برای یک مثال عادی، وقتی که ما در اروپا قرار داریم، در غرب قرار دادیم، برای چی اینجا آمدیم ما؟ و از دست کی آمدیم؟ از دست دیکتاتورهای منطقه خودمون که اکثریتش کمونیستن، بلشویکن، دیدگاه‌های چپی افراطی دارن، از رحمان سر کردن تا دیگر دیکتاتورهای پساشورایی پوتین و دیگرها. ما از دست اینها فرار کردیم به اروپا آمدیم. اروپا کدام کشورها هست؟ کشورهای دموکراتی، لیبرالی، در اینجا کدام دیدگاه‌ها حاکمند؟ دیدگاه‌های بیشتر راست یا سوسیال دموکراتی. ولی ادبیات خودمون اهمیت میدیم و چی گفته ایستادیم، چی میگویه؟ چون برنامه ما در همون دیسکای مغز سرمون همون برنامه 30 ساله است. ما از دست دیکتاتورهای چپگرای بلشویک فرار کرده آمدیم، مالکیتمون رو گرفتن، زندانی کردن، شهید دادیم، ولی هنوز هم مثل همون سالهای پیشین که ما هنوز هم شهروند شوروی، در زبانمون فقط کوفتن و زدنی که هست کشورهای دموکراتی و لیبرال دموکراتی و غربی. یک سخن هم حتی ایدئولوژی کمونیستی و شوروی و بلشویکی هم در ادبیاتمون استفاده نمی‌کنیم. در صورتی که مشکلی ما اون است. بله یک مشکلی یک قسم دیگری دنیای اسلام از غزه شروع کرده تا کشورهای عربی تا اینها مشکلشون از دست کشورهای لیبرال دموکراتی و از دست کشورهای غربی است، نه از دست چین و از دست روسیه و رحمان اینها. اما مشکلی ما از دست دیگران است. من امروز خبر خوندم که رئیس خدمات جاسوسی روسیه میدونید چی گفت دیروز در صحبتش در باکو؟ این به برادران افغانستان هم بیشتر ربط دارد. گفت که هستند کشورهایی که هنوز هم مخالفین افغانستان را کمک کرده ایستادند برای مبارزه با حکومت حاضره افغانستان. یعنی دیروز صحبت در شهر باکو، ولی هنوز هم همون تفکر پیشینه غرب ستیزی و شرقگرایی چیکار کرده است؟ بسیارا ببینید که عاشق همون ظالمان خود هستند، مثل همون میگن که همون استاکهولمسکی سیندروم که میخواد در علم روانشناسی یک شاخه است، یعنی به همون گرفتار شده ایم ما. بنابراین دوستان عزیز در این موضوع در این مسئله خیلی موضوع حساس هم میدونم بحث نکنم. حزم بعضی اونها خیلی دشوار است از لحاظ اعتقادی فکری، اما ما باید بالاخره این برنامه‌های خود را، دیدگاه‌های خود را و از همه مهمش ببینید دوستان، ما یک فرق بگذاریم بین ارزش و بین مفهوم‌ها. بعضا ما بین ارزش و مفهوم‌ها آمیخته کردگیم. وقتی که ما میگیم که در مفهوم‌ها تغییرات وارد کنیم، مفهوم‌ها را از نو بازنگری کنیم، برخی فکر میکنن که ما درباره ارزش‌ها صحبت کرده ایم. نه، ارزش‌ها جای خودشون است. ارزش باقی بماند، اون مسئله اصولی است. اما ما درباره مفهوم‌ها باید تغییرات وارد کنیم، تجدید نظر کنیم، وگرنه اگر ما بین مفهوم و ارزش فرق نگذاریم، این مشکلی ما رو در آینده دامنگیر خواهد شد. خب ببینید یک موضوع آخر در موضوع هجرت. امروز 10 سال هجرت دیگه‌مون هست. بسیار صحبت‌های خوب شد در مسئله هجرت. ما چیکار کنیم، چی باید کرد؟ اصلا خود همین اصل نو، اصل تکنولوژی دنیا رو هم می‌دونه که به یک دهکده تبدیل شده است. دنیا دنیای پیشینه نیست. مفهوم هجرت، مفهوم مبارزه، مفهوم تمامی حتی مفهومات اسلامی، نه ارزش‌ها، ولی در مفهوم‌هایی که ما از طفلی خوندیم در ادبیات از عصر پیامبر تا صلوات الله علیه تا امروز در اینا تغییرات وارد کرده است.
از آن جمله در مسئله هجرت هم. اما یک قسمت مسئله هنوزم ناروشن باقی میموند. همین اصل تکنولوژی اینترنت. دیگر ما مهاجر نیستیم، باور کنید برادران. همین ما دیگر مهاجر نیستیم. چرا؟ برای آنکه اگر ما خوب تکنولوژی را استفاده بریم، ما در تاجیکستان و حتی تاجیکتر از تاجیکستانی هستیم. ما وطندارتر از کسانی هستیم که در داخل کشور زندگی کرده ایستادن. اگر به شرط این تکنولوژی را خوب استفاده بریم و با این زمان هم قدم باشیم. و گفت شاعر گر در یمنی چوبامنی پیش منی، گر پیش منی چوبیمنی در یمنی. اگر در یمن هم باشی چوب با من باشی در پیش من هستی، ولی اگر در پیش من هم باشی که با من هم فکر نباشی، با مسئله من هم فکر نباشی، پس تو در یمن هستی. ما امروز من مطمئنم که نمی صحبت کرده ایستاده اون مثل 1000 سال پیش و 500 سال پیش نیست که برای آن که بفهمن که یک گروه هجرت کرد، در هجرت چیکار کرده ایستاده است. بعد از پس اون مهاجرین به حبشه باز نفر فرستادن، هم ابو سفیان نفر فرستاد به حبشه که تو از حال مهاجرین آگاه شود که در بین اونا چی میگذرد، و هم حضرت پیامبر فرستاد. یعنی اون شرایط زمانی گذشته بود. الان یعنی صحبت ما در داخل خانواده‌های تاجیکستان مستقیم پخش شده ایستاده است. پس من چگونه مهاجر هستم؟ مهاجر امام علی رحمان است که در داخل قصرش در وطن هست، با مردم در تماس نیست. با مردم از طریق تلویزیون و از طریق ورزشگاه صحبت میکنن. من و شما دیگر مهاجر نیستیم. ما و شما در داخل وطن هستیم. اگر همین قضیه دادگاه بین المللی این وابسته با ما از برادران خواهران عزیز، اگر ما بتوانیم همین قضیه را وارد تک تک خانواده های تاجیک کنیم، در هر یک خانواده تاجیک گر درباره همین موضوع برود، پس ما چگونه مهاجر هستیم؟ نه ما در داخل کشور هستیم، ولی از لحاظ فیزیکی، از لحاظ فاصله درست است، ولی از لحاظ فکری، از لحاظ تماس با مردم ما میتونیم وارد خانه های مردم شویم، در پهلوی مردم باشیم، در سری دسترخوان مردم هم حضور داشته باشیم، به شرطی که از این واژه ها، از این مفهوم، از این تکنولوژی ما درست استفاده برده توانیم. صحبت خیلی طولانی است، نمیشه در یک صحبت اینچنانی همه موضوع را مطرح کرد، ولی بار دیگر به همتون تشکر میگم، بخصوص به برادر محمدی، به برادران ما در آلمان و به همه شما که تشریف آوردید به این چهاره‌بینی، و بار دیگر از پروردگار عظیم‌الشأن برای استادان، برای هر این بزرگوار، برای همه استادانی که در تأسیس این حزب کمکشان کردند تا امروز کمک کرده ایستادن هستند، از خداوند برای گذشته ها مغفرت، برای بازمانده ها صبر جمیل و برای یکایک ما و شما سربلندی را تمنا دارم. السلام علیکم و رحمت الله.